اوکراین روسیه همه میدونند. بعد همون چیز طرفی از لیوان دا اسرائیل خطی و یه به حد چیزای جنگی چیزوان. فلسطین جنگ نفسه در اوکراین نفهمی باید دولت ها را فلسطین دا با گفتی ما که باید همه دولت های مسلمان جمع شوند و کنند که یا که общий همه کسا جنگ میکنیم یا که دلچی صلح میبندیم. اوکراینش من کردنش از پر تریپتوری مسکو باید منش کنه همتایش به همدیگر نخود چپ شد. این دنگو رو هم دو دولت خودش میتونه که بین همدیگری یا معامله سوز کنه صوبای سوز کنه جنگو شما شوه. فقط بین هم دو دولت کسی که با کسی جنگ میکنه هم دو دولت میتونه که معامله سوز کنه و خشون جنگشون بس کنه دیگه کسیش که با او کمک کردن نمیتونه. اوکراین روسیه این دولت های اروپا میتونه یا امریکا میتونه یا کانادا میتونه دولت های او ایشو خیلی آفریقا را اینا عربو میتونه همه جنگا همه چیزا خود زمانده فقط پیتون پیرگواره دیگه یگان شما نمیبینم وای ایش زورای میگه دوز همه زورای یگان مملکت چی با نیست همه زور مینا بینه دوز رنگی چیزا رو هیچ که فکر نکرده بود که خیلی درون و این خیلی تانکوی خودش میگرده که چه سامان خود نیچه بشه برامدگی همه دولت دوران برای هم فقط یه سنی حال یک مملکت دیگه خوش شده و یا را چهار مملکت جمع کرده و با استول پیرگوار شنونده همش مسئله حل کردن. ما میخواهیم جنگ نشود در دنیا. ما ای دست ما هیچ نمیه. ما باید نمیدونیم. اگر دست ما باشه ما همین روز ما میکنیم جنگ. دیگه جنگ نشود برای ما.